امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی افروزه را مورد بهره برداری قرار دادند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نخست با شرایط فراهم آورده تعلیم و تربیه در کودکستان مذکور شناس گردیدند. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی مذکور از 3 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای به تعلیم و تربیه فرا گرفتن 120 نفر کودک در 10 گروه پیش بینی گردیده است. کودکستان مذکور دارای صنفخانه های تعلیمی، حجره های کاری مأموریت و طبیبان، حجره های خواب، آشخانه، تالارهای فرهنگی و ورزشی می باشند که در آنها همه شرایط ها فراهم گردیدند. برای استراحت و فراغت و سالمگردانی کودکان باشد در صحن بینا ایوانچه های تابستانه و میدانچه بازی بهر تربیت گیرندگان بنیاد گردیدند. ضمن شناسایی با شرایط در کودکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت کودکان و نورسان در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی دقت اولین درجه ظاهر نمایند.